خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان برادران. من امروز ما قرار داریم در ناحیه ظفرآباد دهه مهنت آباد نزد بختیوار آمدیم. دوستان دو سر توی فرش آمده است، دو سر تویای الیت دوستان. من بختیوار السلام علیکم دوستان. شما نازمی دوستان. این اسب تویو چند وقته نشاطی خورد و خوراکش، نشاطی نسلش کجا آمدگی این تویو؟ ماهی مای با یک ساله میشه. ماهی مای یک ساله میشه دن؟ خوراکش عجیب. خورد خوراکش عجیب. یعنی توی رقم یک مانی ما؟ توی رقم یک مانی گیرید اسم بگیرید یا جدا کنید. شد کشال نکنید. خب ای ماشاءالله گردن بینتون دوستو. خب یک پای چپی قفاش سفید بودستان. ماهی مای به یک ساله میشه فسیدن؟ ماهی مای به یک ساله میشه. این توی ما توی نر دوستو. مسئله خورد خوراکش، مسئله سلامتیش همش کفیل می؟ همش 100%. سر کرگیان شما دست بیل شدگی می؟ دوستو بختیوار این توی نرخش گپ زنید دوستان. هر دوش 19 میمونیم. هر دوش 19500 سومونی. دوستو این توی نمره یک رقم یک این نرش بود. من این توی غنوجین بایتلین اینم تقریبا ماهی مای 2 ساله میشده است، 1 ساله میشده است دوستو. من دست و پاش یکی تویوی انشالله اسب کنه میکردگی و باشه نگر خدا خواهد اسبای خوب میشه ماشاءالله. دوستو برادرو رقم بختیوار میمونم با معلومات های پرشه خودی بختیوار میگریتون. تویو در ناحیه ظفرآباد قرار دارد. مسئله دست افکش تشکیل میکنیم بختیوار. مسئله دست افکش تشکیل میشود. تمام شهر ناحیه ها دست افکه هست ان شاء الله. من دوستو ماشاءالله سرش بینیتون. خب نرخش 19500 سومون گفتیم. 19500 سومون. خب دست افکش که دست افکش هم در داخلش. خب قبول. نرخ خوش شد نیک ماشاءالله. من دوستا برادرو با معلومات پرشه از خودی بختیوار میگیرید دوستو. رقم های بختیوار میمونیم، معلومات پرشه از خودی بختیوار میگیریم. خب دوستا من تویو هرشم تویو تقریبا قدش 150 کیلوسان. 150 کیلو. ماشاءالله. یه بار گوید یه بار روونید. ماشاءالله. دوستا برادرو معلوماتی پروشه از خود بختیوار با زنگ زده میگیریتون. 19500 سومونی باز معامله داره، دست افکه هم در داخلش ماشاءالله.